تو این ویدیو قراره خیلی ساده و کامل با چت جی پی تی آشنا بشیم. یاد بگیریم چطوری نصبش کنیم و بهترین تنظیماتش چیه تا بتونیم حرفه‌ای ازش استفاده کنیم. اگه به هوش مصنوعی علاقه دارین این ویدیو رو تا آخر ببینید. چت جی پی تی یک هوش مصنوعی گفتگو محوره که میتونه به سوالات شما جواب بده، مقاله بنویسه، ترجمه کنه، برنامه نویسی کنه و حتی ایده بده. شما میتونید ازش برای کار، درس و زندگی روزمره استفاده کنین. از گوگل پلی یا اپ استور نسخه رسمی شرکت اوپن ای آی رو نصب کنید. بعد از نصب چت جی پی تی با ایمیل یک حساب کاربری میسازیم و وارد برنامه میشیم. در تنظیمات چت جی پی تی در اولین بخش پرسونالیزیشن در واقع میگیم که چت جی پی تی چطوری به ما پاسخ بده. یه سبک معمولی و متعادل یا یه سبک رسمی و دقیق و حرفه‌ای، یا دوست داریم با ما دوستانه و گرم باشه، بدون تعارف باشه، خلاق و تخیلی باشه یا کوتاه و سریع به ما جواب بده. در بخش کاراکتریستیک هم میتونیم یک سری تنظیمات شخصی سازی شده اضافه کنیم. در تنظیمات اولیه چت جی پی تی ظاهر برنامه، رنگ کاربری برنامه و زبان برنامه رو مشخص میکنیم. وقتی زبان برنامه رو انگلیسی انتخاب میکنیم بازم میتونیم با زبان فارسی یا هر زبان دیگری هم سوال بپرسیم و هم خروجی با کیفیت دریافت کنیم. فعال کردن وایس اجازه میده بدون تایپ با چت جی پی تی مکالمه کنیم. این قابلیت برای جلسات آنلاین، رانندگی یا تمرین زبان خیلی کاربردیه. در کاستوم اینستراکشن مشخص میکنیم که چت جی پی تی چه پیش زمینه‌ای از ما داشته باشه و چطوری به ما پاسخ بده. مثلا جوابای کوتاه و کاربردی به ما بده یا با فرمت جدول. مزیت این ابزار اینه که هم در زمان ما صرفه جویی میشه و هم پاسخها مطابق سلیقه ما خواهد بود. با تنظیمات درست چت جی پی تی مطابق نیاز شما کار میکنه، امنیت شما بیشتر میشه و البته پاسخهای حرفه‌ای تری دریافت میکنید.